اگر ندونید چه ملک هایی مناسب شهروندیه، شهروندیتون قطعا رد میشه. اگر واحدی که دارید میخرید دست اوله یا از پروژه ها دارید خریداری میکنید، فروشنده میشه شرکت ساختمانی یا سازنده که طبق قانون شهروندی فروشنده یا باید ریشه ترک داشته باشه یا باید سازنده باشه. ملک باید بالای $400,000 باشه و این مبلغ باید در سند و گزارش اکسپرتیز یا همون کارشناسی ملک هم ذکر بشه. و یه نکته کوچولو داره که باید بدونید اگر اون پروژه دولتی یا GIO باشه نیاز به گزارش اکسپرتیز نداره، پس جای نگرانی نیست. اگه ملکی که میخواید خریداری بکنید دست دومه، خب یه مقدار شرایط پیچیده میشه و باید دقتتون رو بیشتر بکنید، چون که فروشنده میشه شخص، پس باید بررسی بکنید که آیا ریشه ترک داره یا نه. حتی اگر خارجی بوده که پاسپورت گرفته باشه هم به شما شهروندی تعلق نمیگیره و این نکته خیلی مهمه. حتی مالکین قبلی هم باید بررسی بشن که خدای نکرده اونها هم خارجی نبوده باشن یا قبلا پاسپورت نگرفته باشن، یعنی ریشه تمام مالکین اون واحد باید بررسی بشه که ریشه ترک داشته باشن و خب این بررسی کار ساده‌ای نیستش. موضوع بعدی قیمته که مثل پروژه‌های دست اول چون برای شهروندی باید بالای $400,000 باشه و باز مجددا باید داخل سند و اکسپرتیز هم ذکر بشه. یه نکته دیگه هم داره، ممکنه مالک ترک باشه اما چون از آخرین انتقال سند کمتر از 5 سال گذشته، برای اینکه مالیات شامل حالش میشه بیاد مبلغ رو توی سند جور دیگه ذکر بکنه. یعنی شما مثلا ملک رو $450,000 پرداخت کردین بابتش، ولی توی سند بزنه $250,000 $300,000 که خب توی این شرایط هم شما باز شهروندیتون به مشکل میخوره. برای اینکه تمام این جزئیات رو بتونید بررسی بکنید، چه از گذشته مالکین اون واحد، چه شرایط اکسپرتیز و سند، لازمه که یک تیم حقوقی در کنار خودتون داشته باشید. ما اینجاییم که بهتون کمک بکنیم.